توی استخر نهایتاً 1 ماه آب سبز میشه و دیگه لجن میشه و قابل خوردن نیست. ما سیستمی داشتیم 1000 سال پیش که بهش میگفتن سرداب. آب رو میتونستن 1 سال صحیح و سالم نگه دارن. توی یک محیط تاریک زیر زمین نگهداری میشده. این آب الان حداقل 3 ماه بیشتره که ما داریمش. قشنگ کف استخر کاملا دیده میشه، تمیز، هیچ کخ هیچ چیزی هم داخلش نیست و از همون سیستم باستانی استفاده کردیم و راحت میشه، حتی قابل شرب هم هست. فقط کافیه که حالا طبق همون اصول قدیمی هم زیر زمین باشه هم نور بهش نخوره. این الان این در رو که من ببندم، این استخر کامل زیر زمینه و هیچ نوری بهش وارد نمیشه و مثل سرداب میشه.